آیا می دانید که مغز در هنگام خواب همچنان بیدار می ماند؟ بسیاری از ما هنگامی که به خواب می رویم گمان می کنیم که مغز به کلی از کار می افتد و در سکوت استراحت می کند. اما حقیقت این است که مغز هرگز به طور کامل از فعالیت دست نمی کشد. در واقع در طول ساعت خواب مغز نه تنها به پردازش اطلاعات پرداخته بلکه در پیوند دادن خاطرات و تقویت آنها نیز نقش بسزایی ایفا می کند. هنگامی که به خواب می رویم مغز در پس زمینه در حال فعالیت است. خاطرات روزمره را مرور می کند، افکار پراگنده را مرتب می سازد و حتی گاهی به حل مسائل می پردازد که در بیداری به آنها توجه نکرده ایم. بسیاری از ایده ها و افکار بکر که در خواب به ذهنمان خطور می کند حاصل همین فعالیت های شبانه مغز است. از این پس زمانی که به بستر می روید و در دل تاریکی شب غرق در خواب می شوید بدانید که مغز شما همچنان در حال کار است و هیچگاه از تلاش باز نمی ایستد. گویی او در سکوت شب به وقفه در پی نظم و ترتیب بخشیدن به ذهن شماست.